ساکنان دهه سنگقلعه جماعت دیوتی نواباد شهر تورتنزاده جهت عملی‌گردانی سیاست سازنده رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان اسفالتپوش نمودن 1.5 کیلومتر راه نقلیاتگرد دهه را به انجام رسانیدند. در جریان این اقدام تمامی ساکنان دهه فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه‌گذاری کردند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی مسئولین جماعت دیوت نواباد و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. باید تذکر داد که در جریان اسفالتپوش نمودن راه رئیس شهر تورتنزاده اکرمزاده پرویز اکرم شرکت نموده با ساکنان در سمت آباد و زیبا نمودن محلی زیستشان منتداری بیان نمود. مفصوف بیان داشت که این همه کارهای آبادانی و سازندگی در نتیجه صاحب استقلالی وطن و فضای صلح و وحدت روی کار آمده امروزها با مرام ادامه دارد. در این برابر اهالی دیگر دهه‌های شهر تورتنزاده نیز جهت عملی شوی چنین عملهای نیکوشایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. بعد از اسفالتپوش کردن 3.5 کیلومتر راه دهه زیارتود 1-2 مردم شرفمند دهه سنگقلعه تصمیم گرفتند که راه دهه را اسفالتپوش کنند. چنانکه امروز همه ما شما شاهد هستیم راه سنگقلعه اسفالتپوش کرده شده ایستاده است و امروز راه سنگقلعه به آخر برسد. ساکنان جماعت دهات نواباد دهه استقلال تصمیم گرفتند که در آینده نزدیک دهه استقلال 2 کیلومتر راه اسفالتپوش کرده شود. بعد از دهه سنگقلعه تمام گروه کاری به دهه استقلال سفربر کرده می شود. چنین کارهای آبادانی در دیگر دهه‌های جماعت با مرام ادامه می یابد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورتنزاده و اهالی دهات نواباد در آینده مقصد دارند که در دیگر دهه‌ها نیز راههای نقلیاتگرد را پر اسفالتپوش نمایند.